شام ششم ایون به اداره پایگاه خبری بامداد چند ثبت ویدیویی لحظه‌های بازداشت و بازپرسی و با یک شکل تحقیرآمیز و خودسرانه جزا دادن رئیس یک محله از دهه اوچپر ناحیه 5 رسید. اداره بامداد با دلیل‌های اخلاقی از نشر این ویدیوها که مالامال لحظه‌های زورآوری و تحقیر و دشنامه‌های قبیح میباشد خودداری میکند. در ویدیوها یک گروه مردان میگویند رئیس محله و یک زن محلی را در بیرون از دهه شبانه در وقت ملاقات عاشقانه‌شان دستگیر کردند. از ثبت‌ها برمی‌آید که دادرشوی زن چند پیش از محبس رها شده ینگش را به خیانت نسبت به برادر خود گمانبر شده از پی او افتاده است و بالاخره با رئیس محله دستگیرش کرده است. رئیس محله که سر و رویش ظاهراً بر اثر لطوکوب پر از خون و ورم بود با یک چهره سخت ترس خورده زیر فشار نفران او را دستگیر کرده دست داشتنش در زنا را گویا اعتراف میکند. بعد این اون مردها او را به یک جای بی‌آدم برده مورد تحقیر قرار میدهند. آنها به گردن رئیس محله ارغمچین انداخته او را میبندند و در همین حالت فرمانش میدهند که خم و رو شده مشق ورزشی یعنی اتجمانی کند. وقتی که رئیس محله امر آنها را اجرا کرده اتجمانی میکند آن مردان اظهار ناراضگی میکنند که وی این کار را چندان درست و از تحت دل نکرد باید از سر انجام دهد. تفصیلات دیگر حادثه روشن نیست. این هم معلوم نیست که سرنوشت من بعده رئیس محله و آن زنی که همراه وی دستگیر شد چی شد. وقتهای آخر در تاجیکستان موردهای خودسرانه جزا دادن زنان و مردانی که به زنا گمانبر میشوند زیاد شده است. قانونگذاری تاجیکستان برای زنا و خیانت به زن و شوهر قانونی جزای پیش بینی نکرده است و زنا و خیانت اویلوی را جنایت نمی شمارد، ولی در جامعه زنا و خیانت به خصوص خیانت زن به شوهر شدیداً محکوم کرده می شود.